یکی رفته بود رستوران، به گارسون گفت آقا تا شروع نشده یه سوپ برای من بیارین. یارو آورد و خورد و گفت ببخشید تا شروع نشده بی زحمت یه سالاد بیارین. سالاد خورد و گفت ببخشید تا شروع نشده یه نصف مرغ برام سرخ کرده بیارین. مرغ رو خورد، گفت زحمت بکشین تا شروع نشده یه کوبیده برام بیارین. گارسون گفت ببین حالا تو پول داری؟ یارو گفت بیا. شروع شد. هیچی نشده. یه نفر رفته بود حج، نه طواف میکرد نه نماز میخوند. بهش گفتن این چه جور حجیه اومدی؟ گفت والا به ما گفتن همه چیز با کاروانه. خب نمیشه که فانی نباشه. به خود این آوا شبای عید فطر میرن تو پارکا میخوابن که فطریشون بیافته گردن شهرداری. من براتون از بریم لرستان. لورا خیلی بیشیره پیله، راستگو، بیکینه، سختگوش، بخور. 3 نفر نشسته بودن داشتن میخوردن، یکشون ترکید. این یکی گفت خب الهی شد این سیر شد. بهش گفتن خدا کجاست؟ گفت نه منم والا، ولی ایشالله هر جا ابوالفضل نگهدارش باشه. من به خیلیم ساده دلن، چون دروغ نمیگن. یکشون رفته خواستگاری، یه شاخه گل اینجاش بود. پدر دختره گفت این شاخه گلی که روی یقتونه اذیتتون نمیکنه؟ که این شاخه ها نه، ولی گلدونش تو شلوار مزیت. یه روز یکی از این هموطنان عزیز ساده دل لور ما گیری دختر تهرونی افتاده بود. این دخترها هستن این منچه چنگو میپوشن، دیدین؟ ما اینجایی هم صحبت نکنم که راجشون حق نشه. خوب توجه کنید، اینطوری هم وای میسن. مثل این 206 صندوق داره هست. یکی از حضار که کمی پیرمردم هست چه دست میزنه برای صندوقه دست میزنی. زنگ زد به نامزدش، گفت پروانه خانم اصلا معلومات به کجانی؟ دختره گفت عزیزم من تو دلتم. این همینطوری کرد، ساده است دیگه، فکر میکنه واقعا میشه. این فکر تو دل من؟ پس چرا هرچی میرم دستشو میرینم تو رو نمیبینم؟ آقا این لورا با آذریا دعواشون شده بود، آذریا آجر پرت میکردن، اینا هد میزدن. یعنی اصلا چیزی به نام کینه تو مخیلشون نیست. رفته بود دکتر بهش گفت که معاینش کرد و اینا، و بعد این دست کرد ویزیت بده. گفت ای بدبختی، هی من پول نارم. دکتر گفت اشکال نداره، حالا شغل چی؟ با همون شغلت یه کاری برای ما بکن دیگه. گفت چشم. راستش من قبر کنم. بوها من مرده شد. میگم که توی عروسی خواننده اینطوری کرد، حالا دستا بالا میخوایم بریم بندر. لره گفت بندر چیه قربانه، برای هنوز شام نخوردیم. گفتم بندر، یاد هموطنان عزیز آبادانیمون افتادم. اینجا حضور دارن؟ بله هستن. آبادانی ها به چی معروفن؟ لاف؟ آره خیلی راست میگی. زنگ زده از آبادان تهران اینطوری میکنه، ها فراد فهمیدی آبادان 60 ریشتر زلزله اومه؟ یارو گفت آخه 60 ریشتر حالا چی شد؟ گفت دمت گرم، میگه به چای آبادان گذاشتن چیزی بشه. یا آبادانی رفته بودم یه کتاب فروشی اینطوری کرد، پوستر منو داری؟ یا ببین نگاهش کنم، نه خیر. تو هم تموم کردی؟ یه وقتی 2:30 شب یه ماشین راهنما رانندگی جلوی ماشین دیگه رو گرفت، گفت شب بخیر کمربند. دمت گرم جناب سرهنگ، 2:30 شب با زیر شلواری رو منقل پشتیم کمربند ببندیم سراغ اصفهان. نه خداییش اصفهانی ها دست بزنن. من قسم میخورم تعدادشون بیشتره، صرفه جویی میکنن.
دیدین یکی یه جا زنگ میزنه قطع میکنه که اون زنگ بزنه؟ این اصفهانی خونش آتیش گرفته بود، زنگ زد آتش نشانی قطع کرد. دکتر یه پیرمرد 90 ساله اصفهانی رو در منزل در حضور خانواده‌اش دیگه جواب کرد. گفت آقا پسرا، دختر خانم، حاج خانم، این دیگه تا 10 دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. نهایتش 10 دقیقه است. کیفشو برداشت رفت. حالا نگاه کنیم، من اون پیرمرد 90 ساله اصفهانی ام. معملی کجاست؟ بابا من دست چپ بدونم. اصغر کجاست؟ بابا من دست راست دونم. آجیدون کجاست؟ بابا من با اینی پادون وایسادم. نندون کجاست؟ حاجی بابا نزدت وایسادم. دارم خدا منو تنها نزد. پدر سوختا شما که همه دون اینجاین، پس چرا چراغ اون اتاق روشنه؟ شما زنای حموم میخواین برین، ای خدا، شامپوی موهای خشک، شامپوی موهای نرم، شامپوی موهای چرب، شامپوی موهای رنگ شده، شامپوی موهای معمولی، ژل کریستال، مایه عسل، لوسیون قبل از استحمام، کرم بعد از استحمام، سدر، حنا. وای 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 ما مردا. یعنی فقط کافی از اون بالای در همون از ما یه فیلم بگیرن، اینو بلوتوث کنن برای هم دیگه. این صابون سبزا همینو میمالیم به سرمون، میذاریم اونجا، کف درست میکنیم، همین کفه رو میاریم به همه جامون میمالیم. یه موضوع دیگه میخوام خدمت شما عرض کنم و اونم که خانوما، از من به شماها برادرانه نصیحت، این شوهراتونو نذارین شبا تو خونه موبایلشونو یا رو سایلنت یا رو ویبره بذارن یا خاموش کنن. به جون خود زرنگ باشین. فکر کن چیکار میکنین دومی ها ذلیل مردا برای چی اینقدر عزیز میشن؟ مثلا من خودم شب تو خونه تلفن زنگ میزنه همین خانم من یه چایی برمی‌داره میاره. خب حالا مثلا من اینجا میتونم کنه چایی میخوری عزیزم؟ ما صدای کی؟ این بعضی آقایون رو بعضی از شماره های موبایلشون یه آهنگای خاصی سیو میکنن، یعنی به محض زنگ خوردن میفهمن این کیه. حالا یه چند تا مثال برای شما میزنم. همه همکارا و فامیلای عادی یه زنگ معمولیه. بله سلام چطور آقای دکتر، حال شما خوب؟ بله قربان شما. بله چشم، حتما فردا انجام میشه به امید خدا. قربان شما، یالی خداحافظ. حالا زن بدبختی زنگ میزنه، نگاه شماره زنه رو به چه آهنگی سیو کرده. دیگه ازت بدم میاد انگار شوهر ننه‌ای زنده. چیه؟ کار دارم شب. حالا چی؟ پولم کجا؟ ول کن زن، حوصله ده، خداحافظ. پدر زنه زنگ میزنه، عجب رزمی. مادر زنه زنگ میزنه، ظلم ظالم. چیه مادر زن؟ نه دارم میمیرم. خب هم مزاحمت نمیشم، خداحافظ. همینا رو بذار کنار، جهنم. هستی زنگ میزنه، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی. همچی دست میره موبایل تیم کن، نفسمی. و اونو که هنوز تو موبایل وا نکردی که نفسمی. سلام عزیزم، قربونت برم جون، چطوریم؟ چه خبر؟ چقدر میخوای؟ آره دارم مثل مرغ بجون. آره دارم همین فردا میزم مثل. آره اون برنامه چی شده؟ کجا؟ کیش خانم کیش؟ آقا هتل ها شناسنامه میخواد نمیشه. بدا
شمال با چه بنزینی آخه بریم شمال بریم خوسته. بریم میخوای یه کار دیگه کنیم. اصلا اینطوری ما آبون توی جونه. میام تو همین SMS ها سهمی بند نشیم اصلا خدافظی کنیم. رئیس کلانتری ازش پرسید چه دلیلی داشت اینو اینقدر زدیش؟ جناب زرنج چه دلیل داشت که کشته بودمش. طرف با خانومش جواب سونوگرافی رو برد دکتر. دکتر نگاه کرد گفت خانم مژده بدم که شما یک گل دختر در راه دارید. شوهر گفت خانم بپرس اسمش چیه. من یه نصیحتی میخوام به بعضی شما بکنم که از من کوچیک‌ترید، یعنی کمتر از 48 سالتونه، و اونم این که راستی از معتادا نگفتم. معتادا رو بهش گفتن که فرق شما و ورزشکارا چیه؟ گفت کار اونا تکنیکیه، کار ما پیکنیکیه. حالا